من تصور میکنم که شما اکتریسه مادرزاد اگر همین خیلی نمیشد چنین موفقیت ها نصیب شما نمیگشتن. من خواستم من و نه تنها من به اندیشه من بسیار مخلصان تئاتر میخواهند سبب صنعتکار شدن شما رو. من با شما یک چیز بگم. من بسیار وقت بسیار خاطیت ها رقصه ها مثالی که میبینیم نقاش های بزرگ رسم های بزرگ نویسنده های بزرگ وقتی که همین سوالی شما میکنن که شما سببی رسم شدنتون نگوید سببی حافظ شدنتون نگوید که رقاصه شدنتون نگوید حتما میگوین که من از بچگی آرزو میکردم که من صنعتکار شوم یا که من رسام شوم یا مفکرین همین کسی دوست داشتم شما از بچگی آرزو میکردم. شما باور میکنید که من کسی اکتوری برای من تصادفاً در هوش و خیال من نبود که من یگان وقت فرض کردیم صنعتکار شوم و یگان وقت من کارگردان میشوم. من با خودم مخلص پیدا میکنم. هیچ وقت من تصورات نداشتم. من با این من گفتم میتوانم که برای چی من گفتم که تصادفاً من به نهایت منتدارم از مرحوم مهربان نظر اون کسایی در خیلی حیات نیستن. سببی اکتور شدن من سببی به صنعت قدم ماندن من معلم مهربان نظر است. شما یک اویله صنعتکارانی که سرتاسر جمهوری میدونن میشناسن و من فکر میکردم که شما در حقیقت یکان زمینه بقوه دیده که حتی شما رو به صنعت میکشید و پس سبب دیگران به صنعت آمدن از اویله شما ممکن شما سبب شده باشه. نه از من پیشتر فاطمه رفتگی بود. من بدتر معرفتم به تئاتر. کورسی ما با همون کورسی که فاطمه داشته شدگی بود و من حبیب الله عبدالرزاق سینو داشته شدگی بود دخترها نمیرسیدم. برای چی اپای فاطمه وزی کار میکنند شما علاقه در نفقه؟ خیلی من خودم رفتم به نفقه. حالا ممکن بود کار کردم با سبب سلامتی هم کمک نازمی برای همین بعد حکای اسفندیار باشد. بعد که فاطمه سبب شد بعد فاطمه من و فاطمه در یک کورس میخوندیم در مسکو. بعدتر با اسفندیار دخالت کردیم. اسفندیار هم تشابه بردیم. بعد ما جهان هم حاضر موفق کرد برایم شعبه شبکینی تمام کرد و در تئاتر جوانی کار میکند. من حاضر به شما یک لحظه نشان کنم یک فرگمنت همین اهل اویله که اهل اویله خودم مانه که ما صنعتکاریم نفرت کنید. من به نوار بیستگیم حاضر هم مالک و این بخانه هم تماسدین هم میبینن اقای بار دیگر